سلام، میخوایم ایربگ این 206 رو باز کنیم براتون بگیرم ببینید ایربگ رو چجوری باز میشه. که الان زیر فرمون رو که نگاه کنید اینجا سوراخ هست، این توش یک اینجا اگه نمیدونم میشه نشون دادن توش یه فنره. ما باید به یه دوسوی چیزی این فنر رو فشار بدیم به داخل که این ایربگ در بیاد. حالا من اینجا دست صحنه هم نمیتونم همزمان اینو فشار بدم هم براتون فیلم بگیرم. اینو یه دوسو رو میذارید، یه دوسو میخواد یا یه آلن میخواد، میذارید فشار میدید به داخل. حالا من بعدم براتون این که باز شد بقیه شد. این نکته هم یادتون باشه که حتما موقع باز کردن ایربگ سویچ ماشین بسته باشه. اون ضربه که بزنید این خودش آزاد میشه. این که آزاد شد اینجا ما دو تا سوکت داریم. یه سوکت مربوط به بوق هست، آبیه مال بوقه که باید آزادش کنیم. این سوکت رو یه دوسو یا ناخون این زیر میندازی، میاد بالا. که اومد بالا میکشینش تموم.